هموطنان عزیز سلام، خدا کنه جور و صحت و سلامت باشین، خوش آرام باشین در کنار عزیزانتان. بازم خوش آمدین در یک برنامه دیگه ما. انشالله مثل همیشه بیننده برنامه ما باشین، برنامه ما رو تا آخر ببینین، شاید خوشتان بیاید. دیگه صدف جان هم همیجا سلام علیکی بکنه، باز گپ میزنه. سلام علیکم دوستان، خوش آمدین در یک برنامه ما. هر جا دنیا که هستین خوش جور صحتمند باشین، زنده باشین. دیگه دوستای عزیز دیگه خوش آمدین بازم در برنامه ما. دیگه البته در برنامه زمستانی ما بگویم. دیگه زمستان است، برف است، باران که بود دیگه 2 روز شده که برف هم باریده. ما کامرا رو دور بودیم، البته چندان برفی هم نبرآمده باریده. خوب است دیگه، اینم سرکای سبزه بگویم کم کم برف مانده دیگه، اما بسیار هوا دیگه جاست، بسیار سرد. خب من تلفن ما یک جای بانم دیگه، باز گپ میزنم. کمک کنه که تلفن خب صحیح شد دیگه دوستا. دیگه هوا بسیار سرده، 0 درجه شده، برف هم کم کم میباره. البته ایجا گفتن که به خاطری که هوا است، یعنی می رقم فکر کنم برف میباره، زیاد نمیباره. مروه جان و اسما جان روز خبر آورد از قرآن کورس دیگه، گفت که معلمشان گفته که برف میباره، اما یک خوش بودن که دینشو اینا گفت ساعت 7 بجه برف میباره، ساعت 7 بجه که هیچ نبارید دیگه، یعنی خوش بودن به خاطر دیدن برف دیگه. دخترها خو کرد ساعت 12 بجه شو بود، 1 بجه شو بود، یک رقم خوب برف بارید که باز ما ویدیوش هم داخل برنامه میمانم که شما را هم ببینید. شو بود البته. او چت خواستم یک ویدیو گرفتم، گفتم در اینا نشان بدیم که یعنی باز نگویه که برف اگه شده بره، نگویه که نه برف نباریده بودک. یک روز پیشش البته برف میبارید، گفتن که برف میباره. صبحی وقت که من خواستم برف میبارید 5 بجه تا ساعت 6 بجه برف مون دیگه، برفی اوکی بود دیگه، او شده رفت. اینا دخترها که خیس به خاطر مکتب گفتم بخیزین که برف میباره، برف باریده، اما که دیدن که هیچ برف نیست. باز به خاطر دخترها دیگه من یک ویدیو گرفتم، گفتم دخترها را یعنی نشان بدیم که اینا برف باریده. به خاطر چی اینا یک برف خوشتاره که پارسال در ترکیه که میفهمین چقدر برف میباره. در منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم یعنی یک رقم برف میبارید که یک سال فقط یک زانو که میگه یک زانو برف باریده بود. بیخی رای ما بند شده بود. ما یعنی مارکت رفته از شهر که دور میشیشتیم، مارکت رفته نمیتونستیم دیگه. بلدوزر بود، تراکتور بود، آمد اون رقمی چیزا برف پاک کرد که یعنی راه واز شد. پارسال هم ما که دمی رای آمدن طرف بودیم، یعنی وقتی سال دیگه ما در کمپای آدانا بودیم. البته کسایی که اگه آمده، اگه در ترکیه از نامده، اگه گیم زده میفهمن که در کمپای آدانا اگه گفته باشه در 2 کمپ است، یکی شانی عرفا است، یکی آدانا. ما در شانی عرفا نرفتیم، ما را چند دفعه که برده در آدانا برده. آدانا را البته گرم است، هیچ جوجه برف نمیبینه آدم دیگه. هواش خوب است، تو جمپر میپوشی اما برف مرف نیست، زمستانی نیست که برف باشه. ما پارسال که موجه تیر کردیم زمستان بگویم، برف ندیدیم. روزی که از اونجا که ما آزاد شدیم از کمپ، 1 ماه بودیم که همی که آزاد شدیم سونی شهری ما که می رفتیم، از شیشای موتر دخترها خودم برف دیدیم، یعنی خوش شدیم که اینجا برف باریده. همی کلگی وی گفته آمد بگویم تا خانه را دیگه، الا اینجا برف است، الا برف باریده، یعنی زیاد از دیدن برف دیگه کلگی خوش شدک. در یونان هم که بودیم، برنامه یونانی ما را مگه کسایی که نو آمده ببینین دوستا دیگه. خوب برنامه مگه کاسته. ما یگان وقت دق میشم خودم میبینم، یعنی پشت جایا که دق میشم، پشت جایی که بودیم خودم برنامه خودم سیل میکنم. در یونان هم یک اما خنک زیاد بود. خزمستان به سردی و به خنک نمیشه، خنک زیاد بود. اما یک روز برف میبارید که ما برنامه هم گرفته راسته بود. اون برف هم نبود، فکر کنم مزاری هوا بود دیگه، یعنی ایدستی که هوا سرد بود دیگه، ای آسمان مثل برف واری میبارید دیگه. اما تو خشک خنک بود. اینجا هم دیگه نمی رقم خلاصه برف باریز، هوا بسیار سرد است. دخترها مروه جان و اسما جان قرآن کورس رفت، صدف جان هم مریض است و خاطر این سردی هوا. امروز دیگه دوستا برنامه کومنت خانی گرفتیم. صدف البته مکو خوانده نمیتونم، گفته بودم میرش مچیم که شما فهمیده بودین نفهمیده بودین دیگه. صدف جان نشان دیگه دخترها کلش ترکی را میفهمه، فارسی را نمیفهمه. امروز باز ما ترکی را خلاصه و نمیفهمم
ببینیم که چقدر میتونیم کامنت های شما دوستا را جواب داده. صدف جان صحیح بشی دخترم که در برنامه معلوم شوی صدف جان هم مریض است به خاطر امو خانه است بینیگکایش بند که بخی زخم شده است پاک کردن. خب صدف جان شروع کو دیگه دختری. صدف دیگه امروز کمین بخوانه دیگه ما هم جواب بده. یک گلاسک چای هم گفتیم در خودم دور از دلتان بخوان دیگه صدف جان. خوش باشین. یک دوستی ما گفته بوده خوب و خوش باشین، زنده باشین عزیزیم، شما هم خوب و خوش باشین. یک دوست ما گفته شکیبا جان گفته قبولتان بسیار داره شد به خاطر چی هست خب دیگه دوستا دیگه من نمیفهمم به خاطر چی هست. یک چیز بگویم شاید نمیفهمم بگویم نگویم دیگه. قبولی ما که طولانی شده فعلا که ما یک بار ردی گرفتیم، فعلا که یک ردی هستیم. خدا خیر کنه که بار دیگه چی میشه، چون زیاد کسا رو دیدیم که ردی گرفته بخی بعد یک سال یعنی بیچاره رو پس یونان روان کرده دیگه. ما هم دیگه هنمی رقم زندگی که نامعلوم که میگم یگان وقت خانمو تو نامعلوم است. ما یک ردی گرفتیم اما وکیلی که داشتیم اعتراض کرده، منتظر جواب اعتراض هستیم که چی میشه، یا قبول میشه نمیشه نمیفهم دیگه. فعلا اینو تو از ما خاطر ما همیشه میگم که نامعلوم هستیم، ببینیم که چی میشه دوست عزیز. خب دیگه صدف جان بخوام. ماشاءالله دخترای عالی و ناظرین و ها چرا مثل مادت برید نازک هسته. تشکر دوستای عزیز، زنده باشید. یک دارم میدویست نشکده میتونی خونده؟ سلام درود شکیبا سیستر. سلام درود to your family, you and your family very good. Family school your دختر they very nice girls also your husband your son good. Bless all your family good to see you all day. Best thank you so much for your love video Shakiba sister. You can ask Kanye for your family because of course to your book as I have some problem. Your son ask I hope your family getting better for your love family. خب چی گفته؟ سلام شکیبا گفته دخترای شما بسیار عالیسته، ویدیوتان بسیار خوب است، فامیلتان بسیار دوست دارم. خب تشکر دوست عزیز از این کامنت مقبولتان دیگه. ما هم شما را دوست داریم، زنده باشی، سلامت باشی، دستکای درد نکنه. خب دیگه بخوام دختره. یک موفق باشی گفته سلام لیلا از نیویورک. چی یعنی؟ ای نیویورک یک کسی نامش لیلا. خب چی گفته؟ سلام گفته لیلا از نیویورک. خب علیکی سلام، سلام به خودتم لیلا جان، زنده و سلامت باشی. یک ذره زود بخوان با دوستان ما دل شما رو تنگی نگیره دیگه. صدف جان امروز بار اول اگه ببینیم صدف تو کامنت خوانی یاد داره یعنی میخوانه خوب دیگه، همیشه برنامه کامنت خوانی میگیرم. اما شما هم دیگه کامنت ها خوب همیشه کامنت زیاد کامنت بدین که کامنت هایتان بخوانیم بخیر. انا çok çiziyorum okuyayım mı? بخوان. Bu dil altında oluşan üzerinden bir hastalık ve verdikleri ilaçlar hiçbir şey yaramıyor. Yoldan yeni gelip ormanda uyuyan herkes bunu alıyor ve herkese bir süre bu bir ilaç beyaz iki ve şurup gibi görünüyor. Bir hafta boyunca sürekli kullanırsınız, siz de iyileşirsiniz. Ben de sizin gibi bir şeyde bu hastalıktan batabilirim bu ilaçı. بعضی کامنت ها دیگه دوستا زیاد دراز است که شما ببخشید ما یک دقیقه آرام میشیم که تا که صدف بخوانه. چی گفته صدف جان؟ چیز که درمان ki bu da یک hani hastalık bu da ya deri خارشتر البته از دوار اینا رو گفتن یک بار falan اینا رو جوش دیگه نمیفهم دوستای عزیز دیگه دخترم دیگه شما ببخشید یک ذره صحیح میتونی خونده خوب خونده میتونه دیگه. اگه دعوا گفتین دعوا به خاطر خارشتر گفتین ما هم دیگه دعوا گرفته رو استیم همیشه کن نمیفهمم چند وقت خوب میشه باز میگیره. فعلا اینمی دستای مچه معلوم میشه نمیشه، اینمی رقم دستای من رقم خارشتک داره دیگه. تمام جانم یعنی خارشتک داره. چند روز پیش اسما و مروه جان بود
از اونا یک ذره خوب شد دکتر بردم از ما شروع کرد از ما شروع کرد دمم دوا داد ما چیم گفتیم در برنامه نگفتیم یک رقم گولی داده بود گولی یعنی بیخی زور بودم یک دانه را که خوردم بیخی من که شکرم دارم انسولین مصرف میکنم دوا میخورم بیخی گردای ما درد گرفت دیگه فعلا نیست میخورم اما خوب شده یک ذره شکر خدایا خوب است یعنی میره ما چی معلوم میشه نمیشه زخمکایی که خاریدیم و یک ذره خشک شده دیگه. تشکر از کامنت زیبا و مقبولتان عزیزا. لکه گفته که شرکت تانست این سیگی به چجور دیمی کرسی مفتخم سیگی اول گفته دتی یک سوری دارم خواه به تو شکای منم میخواه سینی نام برم اما یعنی ایو نفتم باز شما برده یک دیده جای برم این سیاحت گفته به گرچه فایده سو اینه یک فایده داره یک یعنی کلایی بود یعنی در اینجا بخوان از اینجا برای دختره چیز برو اوجا فارسیش هست بخوان اینجا در اینستاگرام گرام که امی کومنت از اینا را ما البته یک کمی باز ترکی را نمیفهمم صحیح اینا چیزی که جواب میده باز موقع نمیفهمم دیگه من میفهمم دیگه یک سرسرکایی که مشکل خود حل کنم. خب گوش کردی دختریم فهمیدی زود که دیگه دوستای ما باز قبل ما منتظر اینا رو سیل کرده بشینیم اینا یعنی زود نمیخوانه کومنت را یعنی زود بخوان که من زود جواب میدیم. خب یه هم برنامه کومنت خانی ما دیگه منتظر باشید. دوستای کم برامده خب دیگه دوستای عزیز دیگه برآمدیم از کم ویدیوهای ما رو ببینین چه بشه ویدیوهای ما یعنی 1500 تا است می سابسکرایبر شید زیاد نمیشه نمیفهم ما رو کسی خوش نداره چرا دیگه ما دیگه بگویم فعلا فقیرترین یوتیوبر هستیم در خارج که یعنی هیچ کس ما رو نمیبینه ما از کمپ 3 ماه شده از کمپ برآمدیم در فعلا دیگه دایم هستیم. تشکر از کامنتت. خب دیگه بگو دیگه صدف جان اگه نمیتونی اینایش من خودم جواب میتونم تو دیر میگی بیخی یک تا دوست گفته تشویش نکنم گفته انشالله قبلتون میگیریم. تشکر دوستی عزیزی که انشالله که بخیر بگیریم که راحت شویم دیگه یک زندگی خوب و خوش داشته باشیم مثل همیشه مثل گذشته بخیر. خب تا که من جواب میتونم دیگه ایش سایل کو که ما بگویی یعنی دیر نشه دختری بگو. یک کس گفته انشالله قبلتون میگیریم. خب تشکر دوستی عزیزی که انشالله بگیریم ما هم در امید امون روز هستیم که انشالله قبولی ما رو بگیریم. اگر نمیتونی اینایش من خودم میگم جواب میدم نه گوشه که نمون من ایره میمانم سبی چه رقم یعنی یک دانش دا تخم پزیق یک روغن پرتو مثل چلپک میشه پخته کنم و تخم پزیر پس وقت داری اوجا نمانی. صدف جان البته دیگه دوستا چای صبح نخورده ما خورده بودیم مریض بود خواه بود یک دانه زیاد روغن نپرتی یک دانه میگم داریم یک دانه یک دیگه او نه خب برو خیلی برو بکن دیگه سویر دیگه یک چند کومنتار دیگه می رقم جواب میتونم. خب تشکر این ندا جان که گفته که چی گفته که نفهمیدم یادم رفت البته. خب دوستا دیگه چند تا کومنتار که گرفتیم دیگه گوش کده جواب میتونم هم تکنولوژی جدید است. خب دیگه یلدا جان کومنت خواندیم جواب دادیم. خب ندا جان گفته که قبول بخیر میشوین روز چهارشنبه بعد از نماز صبح 40 مرتبه سوره کوثر را بخوانین خداوند دیگه یعنی مشکلتان آسان میکنه. تشکر ندا جانی عزیز دیگه انشالله دیگه خداوند مشکلی کلگی خلق آسان کنه از ما هم در قطارشان دیگه ببینیم که دیگه چی گفته. خب یک دوست عزیزی ما نامش قنبری است گفته خسته نباشی زنده نباشی امروز ما دوستا دیگه کومنت میخوانیم خسته نباشین زنده نباشین خواهی دیگه صبر کچی.
تشکر دیگه دوستی عزیزی که چرا حمایت نمیکنیم 100% حمایت میکنیم. ما که شما را حمایت نکنم، شما که مرا حمایت نکنیم، خیلی ایچه چی میکنیم دیگه؟ هم دیگه را که حمایت نکنیم، باید هم دیگه را حمایت کنیم. کامنت دیگه دوست ما را ببینیم که چی گفته. یک دوست دیگه ما گفته که سلام خاله شکیبا، یک دوستی عزیز ما گفته سلام خاله شکیبای عزیز، حالا که در سوئیس هستین بگوین که خرچتان دولت میته یا خودتان اگه میته چقدر میته؟ دوستی عزیز دیگه خرچ ما را بیاز دولت میته دیگه، ما اجازه کار نداریم، اجازه چیز نداریم دیگه، پول نداریم. اگه دولت که نته دیگه از گشنگی را بگویم دمیجرم آدم میموره اگه دولت حمایت نکنه وقتی اجازه کار نداشته باشه. اگه داشته باشی که شکر خدایا بند نمیمونه، آدم میتونه هر جای کار کنه، یک لقمه نان حلال روزی حلال پیدا کنه. فعلا که اجازه کار نیسته دائم هستیم دیگه، دولت میته خرچ ما را اموقه میته دیگه، هفته ده هفته، یعنی اموقه میته که از این هفته ده این هفته شوه دیگه، یعنی چیزی نمیته که تو را بگوی که ما ایره یقیشه بخورم یقیشه پس انداز کنم، نه دیگه. فقط دولت هم شکر خدایا قوشیار است که میفهمه که اونمو چیزا میته که اونمو زندگی تا باید پیش ببری، نمیته که زیادی تو جمع کنی. اگه آدم کار کنه میتونه پس انداز کنه، اما فعلا دیگه پس انداز و چیز درک ندارد. تشکر بازم از کامنت مقبولت. شگوفه طلو گفته ماشاءالله خانم مقبول، اولادا قدر مادر جانتان بدانین. خود تشکر شکوفه جان دیگه، زنده باشی. تشکر ای دوست ما که گفته یعنی یک کفگیردی چوبی بگیرین که دیگ خط خط میشه. دیگ ما بیازم نکلیس دوستی عزیز دیگه خط خط نمیشه، دیگ ناسوز نداریم فعلا دیگه. یک دانه وقتی که دایم آمدیم یعنی نفر یک دانه قاب دادم، برنامه اول که دایم آمده بودیم برنامه گفتم فکر کنم نشام داده بودم قابای ما را، نفر یک دانه قاب یا یک تا گیلاس داد، یک دیگه که خورد داد دیگه. اگه ما در بین از قرمه هم جور کنیم یعنی سیر نمیشیم، نام خدا ما 8 نفر هستیم. اونمو دیگه داد، باز دیگه یک دیگه هم پیدا کردم، یک کسی دیگه یک دیگه نکلی داد. فعلا دیگ نخریدیم، دو دانه تخم پزی هم همیشه داد، یکی دیگه هم پیدا کردیم بگویم دیگه 3 تا تخم پزی داریم فعلا، 2 تا دیگ. ما دیگ نخریدیم دیگه، انشالله ببینیم. ما گفتیم تا که قبولی نده ما دیگ نمیخرم، بازم دیگ یک چیزی ضرور است دیگه. انشالله ببینیم یکان تا در مارکت آمد دیگ میخرم دیگه. اما تشکر از کامنت زیبا و مقبولت، دستکای درد نکنه. ببینیم که دیگه چی گفتن دیگه. ببخشید شما که یک ذره تال میخوره تا که کامنت جواب میتیم تا که من اینجا میبینم. وسیمه ولیزاده گفته سلام خاله شکیبا جان، خدا کنه خوب باشی، فامیل محترمت خدا کنه خوب باشه. خاله شکیبا جان ما همیشه بیننده برنامه هایت هستیم. ما یک نظر دارم گفته خدا کنه قهر نشی. چرا قهر شوم دوستی عزیز؟ یک نظر نیست 100 نظر بده. ما انسان ها کلان مکمل نیستیم، یا خرد باشیم یا کلان باشیم یا پیر باشیم یا جوان، نیاز داریم به نظر هم دیگر. اولادای مقبولت گفته از طرف صبح که مکتب میره چیپسی سرخ کرده جور نکو، نان توستر. راست میگین دوستی عزیز دیگه. و خدا یک چیز بگویم، من ایران میمانم در صبح که اولادا مکتب میره در اینا چی جور کنم؟ بیخی در یوتیوب سایل میکنم، یعنی یوتیوب هم ترکیز یعنی قوالتی میگم، یعنی صبح چی میتونم در اولادا جور کنم؟ بیخی یعنی من خودم خسته میشم از اینکه چی جور کنم هر روز. یک چیز هر روز جور کنم نمیخورن دیگه، مجبور میشم بعضی وقت چیپس جور میکنم بخورن دیگه. نمیمونه و چیزایی که یعنی هر چیز نو ما اختراع کنم پخته کنم. به خدا و صبحکی وقت بعضی وقتا کلگی روز که وقت میخیزم خمیر بگیرم، پاچه پنیری جور میکنم در اینا، یعنی چه میگه کرواسان خودم جور میکنم در خانه. دم صبحی وقت گرم میخوره، خو یک صبحکی 2 صبحکی از خورد، یک روز تخم پخته میکنم، یک روز هم شیر پاپولک بگویم دیگه از اونا میخوره، یعنی خلاص میشه کلی چیز. بعضی چیزایی که من میکنم نمیخوره، شیرینی را اینا نمیخوره، مثلا مربا، مسکه،
قیماقی چیزا را نمیخورم، مجبور میشم چیپس خوش دارن بعضی روزا، هر روز هم که نمیکنم، بعضی روزا دیگه من چیپس جور میکنم. الینا گفته خواهر جان بویی را جوش بده بسیار فایده داره. بله تشکر، میفهمم بسیار فایده زیاد داره بویی. یکی دیگه گفته تشکر از الینا جان. دیگه یک دوست دیگه ما گفته وهاب جان، وهاب جان راست گفتین دوستا جان. وهاب جان همیشه که میگم سلام علیکی کو سلام دوستا جان میگه دیگه. خب شما رو زیاد دوست داره دیگه، دوستا جان میگه. تشکر از کومنت های مقبولتان دوستا جان. خب یک دوستی ما نامش افغان است، گفته شکیبا جان مهربان علیکی سلام. خب انشالله گفته با اولادای نازنینتان صحت و سلامت باشین. برنامه تان رو میبینم بسیار زیبا و عالی است. خوارک نازنینم که اولادایت خوش و آرام باشین دیگه. تشکر دوستا دیگه. مقصد بعضیش غلط اگر بگویم دیگه شما ببخشین دیگه. انشالله در برنامه بعدی دیگه صحیح کومنت هایتان جواب بدیم، صحیح دیگه خوانده بتانیم دیگه. این بگویم بار اول است دیگه، شما ببخشین دیگه اگر کمی و کاستی دیگه زیاد است. نمیگم که نه نیست اگر داریم. یک دوست ما گفته بسیار عالی، همیشه خوش و آرام باشین. تشکر دوستی عزیز، شما هم همچنان. دیگه کومنت ببینیم. نظر خالد، بله دوستای عزیز، نظر خالد گفته که این مرض خارشتک مرض گال است. درست گفتین، میفهمیم که مرض گال است، اما بسیار بگویم ما را خسته کرده. این داروهایی که اینا میته این را سر جواب میتم صبر. یک دوست ما نامش نظر خالد است، گفته که این مرض خارشتک مرضی است که در زیر پوست است، مرض گال است. صبر. هر کس در جنگل خوابیده باشه میگیره. یک دارو است در شیشه، رنگش سفید است مثل شربت. یک هفته از او مدام استفاده کنی. ما مثل شما یک سال درگیر بودیم، از این دارو استفاده کردیم، خوب شدیم. خب تشکر دوستی عزیز دیگه. ما دیگه چی میگه دایجا که آمدیم، یعنی دما کرم میته دوا میته، اما کرم و چیزای شامپویش فایده نمیکنه، فقط اونم گولی. گفته شما که یک مرضی هست که در زیر پوست باید دیره دوا بخوری، یعنی از داخل بگویم یه خوب شوه دیگه. نمیفهمم اینم یک سال که تانوزه نشده، یک سال که نشده. یک سال البته در یونان ما که طرف سوئیس می آمدیم، ما را در یونان گرفت، همین قریبی آمدن بگویم گرفت کم بود، در اینجا که آمدیم زیاد شد. اما یه جرد ما را اعلان میکنه یک دو ماه سه ماه یک ماه ما خوب هستیم، بعد از او یکی را که در خانه گرفت دیگر هم میگیره، دیگهش هم میگیره. اونم تو کم کم گفتم که چند روز پیش 2 نفر گرفته بود در خانه ما، اونا خوب شد، مرا گرفته دیگه. ان شاء الله از این مرض خوب شه که رد ما را اعلان کنه دیگه. خب دیگه ببینم که دوستا چی گفته، فکر کنم خلاص شده. خب یک دوست دیگه ما نامش نصرین است. نصرین صبر باز ببینم. نصرین به خدا نامه را یادم رفته دوستا، چی بگویم صبر که گم شدی. نصرالدین گفتم، خیره ببخشین دوستا دیگه. نصرالدین نه نصرین گد وعد شد، ببخشین دیگه دوستا. ما اصل گفته بودم که انشالله خانه ارسلان جانشان میرم بخیر، اوجا دیگه برنامه کومنت خانی میگیرم، اما دیگه نشد، فعلا نرفتیم دیگه. گفتم بیا که دوستای ما که چند دوست ما که سوال کرده بود همیجا جواب بدیم کومنت هایشان سوال هایشان، که یعنی دیر نشد تا که ما اوجا برم بگویم ولی خدا من چه وقت میرم چه وقت نمیرم در خدا معلوم است. از کجا آمده بودی صدر جانم رو پس بیارم کومنت ها چی شد. بخشین دیگه دوستا دیگه، خدا کنه سر شما رو به درد نآورده باشم که تی برنامه کومنت خانی ما شما خسته نشده باشین دیگه. شما ببخشین ما را. خب دیگه ام دوستی ما
یک دوست ما گفته سلام شکیبا جان، انشالله با اولادای نازنینتان جور و صحتمند باشید. یک سوال داشتم، ما در ترکیه هستیم، اولادای ما زیاد میخواه مثل شما یونان برود، بعدا یک کشور دیگه میخواد برود. آیا از این سفرها، از این مهاجرت کدام فایده است؟ آسان است؟ ما نمیتوانیم چیکار کنیم؟ ما منتظر جواب شما هستیم. اگر این سفری چالش خب تشکر دوستی عزیز از این کامنت مقبولتان دیگه. والا دیگه از این مهاجرت دیگه چی بگویم دیگه، این یک گپی واضح است که کسی که اگه ایسا آمده، کسایی که نامده اگه او را بگویه که اینی چای داره، اگه بگویه که این خوب نیست، پر از استرس است، این مشکل است، میگه خودش رفت این 100% کلگی میگه. این گپی یعنی نیست که بگویم یک نفر میگیری، گپی است که کلگی میگه خودش رفت ولی کسی دیگر را میگه نبیا، یعنی نمیتونیم هیچ کس گفته دیگه. ما که کدام فعلا کدام بگویم چیزی خوبی که ندیدیم فعلا، نه یک زحمت و عذاب کشیده روزای سخت دیدیم آمدیم در اینجا، فعلا هم اینجا نامعلوم هستیم. 6 ماه در کمپ بودیم، کمپ هم حالت کمپ هم میفهمین که یعنی چه رقم است به خدا. کمپ های اینجا که یعنی از کمپ های یونان که خوب است، امکانات همه چیزش خوب است، در یونان هم خوب است. ما در یونان هم بودیم که برنامه ما را اگه ندیده باشین برنامه یونانی ما را ببینید. ما همون 3 ماه که در یونان ماندیم، همون 3 ماه دیگه در خیمه زندگی میکردیم، یعنی ما را نوبت نشد که دکانیکس جای نبود که ما بریم دیگه. ما وقتی ما در خیمه پره شد، اما آخرا که قبولی ما که در یونان آمد ما را از خیمه کشید دیگه. والا هیچی گفته دوستی عزیز نمیتونم، هر کس شانسش دیگه. فعلا که شاید خودتان خبر باشین کشورهای اروپایی رم یعنی شرایطاش چقدر سخت است، کلگی جای من تا جایی که خبر دارم کلگیش سخت است. هر چقدر طرف بالاتر بیایی مشکلات زیاد شده میره دیگه، استرس زیاد است دیگه. انشالله دیگه هیچ کس تشویق هم نمیکنم که بیاید، چون من خودم فعلا نامعلوم هستم. یعنی از ترکیه هر کسی که میبره به خاطر یک زندگی و یک آینده خوب اولادایش میبره دیگه. اگه اینجا بیای قبولی بده، قبول شوی صاحب خانه و زندگی و اگه یک زندگی آرام در نصیبت باشه خداوند بده کنه، میگه خوب است که آمدم. اگر نشود دیگه می تو سرگردان و آواره باشی دیگه، یعنی مشکل میشه. آدم بعضی وقت پشیمان میشه. من بعضی وقت پیش خودم میگم یعنی در ترکیه اگر کملکایم نمیسوخته، کملکایم رد نمیشد، یعنی ما یک سختیایی که درا کشتم، یک سختیایی که دیدیم هیچ وقت نمیکشتم و سختی را اونجا میشیشتم. خیرم یک لقمه نان تر بود، خوش بود، اما آرام که بودیم جانی ما جور بوده که اونجا میشیشتم دیگه. حالی که آمدیم، حالی که کل چیز در گردن گفتیم بگیم کل سختی ها را کشیده را استیم و کشیدیم هم البته دیگه، هنوز هم کشیده را استیم. نمیفهم که سختی ها انشالله چی وقت خلاص میشه. یعنی یک چیز دیگه بگویم دوست عزیز دیگه، می بخی زندگی کردن نرمال یعنی از یاد ما رفته که زندگی نرمال چی است. یعنی کلگی هم فامیل ما بگویم یک رقم کلگی بدخوی است. از روزی که دمی راه آمده هم کلگی تغییر کرده. نمیفهم چرا دیگه این طرف بگویم استرس و چیز سری خورد و کلان تاثیر مانده، چون وقتی آمدن وقتی طرف ما که می آمدیم یعنی 1 سال ما درا بودیم بگویم دیگه، کمی تشویش راه و تشویش علی صبرو و ترس و چیزا دیگه سری کلگی تاثیر کردم. کلگی هیچ کس خوب نیست. در امید همیشه شیشتیم ما که بخیر ما را قبولی بده که انشالله می عقلا می اولادا فکر و ذهنش رو روانش یک ذره آرام شه. فعلا از اینا را آرام نیست. من کسی اینا را سایل میکنم یا نمیگم هیچ کس آرامیش نداره، فعلا دمیجا هم آرامیش نداره دیگه. نمیفهمم دیگه دوستا دیگه. هیچ آدم گفته درباره که بیای طرف خوب است بد است گفته نمیتونم دیگه، که کسی بیای یا نبیای خداوند در کسی که اگه میای به خیر و به خوبی بیای خداوند شانسش خوب کنه، یعنی دم رویش خوشی و خوبی را بیاره دیگه. که چون هر کس که طرف میایه بسیار به سختی زیاد بسیار عذاب میشه، بسیار مشکل میبینه تا اینجا میرسه دیگه. انشالله وقتی که رسیده خداوند دیگه امقه کنه که دیگه سختی و بدبختی را دایش دیگه در یک کشورا نتیه دیگه. تشکر دوستا دیگه از کومنت های مقبول و زیبایتان. نیمونیم کلا دیگه خواندیم یعنی جواب دادیم. خدا کنه چطور درد میکنه یک دفعه
خدا کنه از این برنامه کومنت خانی ما را هم خوشتان آمده باشه. انشالله باز در این کومنت های این برنامه بگوین که اگر برنامه کومنت خانی ما خوشتان آمده باشه که تینمی رقم بند شده خواندن ما، شما کومنت های خوب در ما بفرستین دیگه، بنویسین. ما دیگه بعد از این بخیر دیگه برنامه کومنت خانی میگیرم. انشالله دعا کنین که خانه ارسلان جانشان بریم بخیر که ما گفته بودم که اوجک برنامه کومنت خانی میگیریم، به خاطر که دوستای ما سوال داشت. خدا کنه سوالتان زیاد نه، یک کم حل شده باشه اگه کسایی که سوال کرده بود. اوجا بروم گفتم برنامه بگیرم دیگه، فعلا نرفتیم چون ما گفتم اینجا کورس میریم دیگه. می سال نو شوه به خیر خوبی که ما در سال نو چیز کنم. اگه شد یعنی تعطیلی مکتبای شاید دخترها مکتبایش تعطیلی باشه، ما سال نو اجاره کنم، میفهمم که نو آمدیم دیگه. نو یک سال نو میایه، پارسال در سال نو در تاریخ یک بگویم ما در یونان آمده بودیم دیگه. امسال به خیر ایجا هستیم انشالله. امسال خداوند یک سال خوب در کلگی مسلمانا داشته باشه، در ما همچنان که امسال بخیر ما در سال نو دعا کنین شما دوستان که قبولی بگیریم بخیر که ما هم دیگه دل ما جمع شو از این مشکلات و از این سرگردانی خلاص شویم دیگه. دوستا دیگه یک رقم بیرون جور کردن است که یعنی شوق بیرون میرادم یا روز یا شوق بیرون بری هر طرف سیل میکنی، همین گروه بند کردن و همین تزیین کردن باغچه‌شان است و جور کردن باغچه دیگه. هنوز میگه در سال نو 1.5 ماه مونده فکر کنم، هنوز هم صحیح جور نشده. انشالله در شما دوستا یک روز بیرون رفتم شو باشه، البته برنامه بگیرم از چراغان و از اون مارکت هایی که نزدیک خانه ماست اونا رو هم کلا تزیین کرده دیگه. ما کو میرم همیشه ما برنامه نگرفتیم در شما از اونجا. انشالله از اینجا از جایی که اینا تزیین کرده خارجی ها بگویم در سال نوشان در شما حتما برنامه میگیرم که شما هم ببینین دیگه. یک دوست ما گفته بود که یعنی از بیرون برنامه بگی دیگه، میگیرم دوستای عزیز دیگه. عوام فعلا بانه هوا رو بکنم دیگه. هوا سرد، چند بار رفتم که برنامه داشتم خود کلگی فامیلی نمیشه که بریم بیرون، یکی میره یکی نمیره دیگه. اولادام بگویم گفتم که فکرای از اینا هم آرام نیست، کلگیشان بدخوی است. اگه یکی در برنامه هم که میگیریم در برنامه هم میاریم دیگه، یعنی در اصراری ما میاین اینا دیگه، کلگیشان بدخوی است دیگه. ملا باشه که اینا رو کلگشان یک ملا بخونه که جور شوه انشالله دیگه. صدف جان میگه انشالله که اینا بیخی خوی کده، اشتکاوری هم تو خورترکاوری بدخوی شده دیگه. نمیده قم دوستا دیگه. خدا کنه از این برنامه چی بگویم دیگه، شما را قصرتان به درد آمرده. خدا کنه برنامه ما را ببینین، حتما درباره کومنت خانی ما نظر بدین دیگه. نیم کلا خیر شما نوشته کنین، اما کلش یعنی جواب داده نتونستیم، اما نیم کلا که جواب دادیم شما میفهمین که ایده ما پرسان کرده بودم جوابی مرا داده بود دیگه. خدا کنه از برنامه ما خوشتان آمده باشه. بازم برنامه ما را دوستا دیگه همی شیر کنین. همی بیخی یعنی دل ما گیف هیچ بالا نمیره دوستا، از 1050 تا 500 تا بگویم 50 تا میگم 500 تا شده هیچ یعنی نمیشه بالا. چرا نمیبینین برنامه ما را شیر کنین ببینین دوستا. ما هم زحمت میکشم اونو چیزی که دستم میایه بخیر دیگه. ما کوشش و تلاش ما میکنم که چه رقم در شما ویدیو بگیرم، او را ادیت میکنم، او را یعنی به چقدر به سختی میگیرم ادیت میکنم دیگه، اون در شما پخش میکنم در یوتیوب میمانم دیگه. شما دیگه انشالله خوشتان بیایه دوستای عزیز دیگه. برنامه امروزی ما خواهم قبول چی بگویم گپ دیم هم تو گپ زیاد ما هم دیگه ما موقع جور نیستم دوستا، ما هم بدخوی هستم. فکر نکنین که بگویی که اولادایش میگه کلیشان بدخوی است، خودش حتما بسیار خوشخوی. نه ما هم بسیار بدخوی هستم، یعنی اگه یک گپ زده رفتم چون نمیشه اینجا بگویم کسی هم نیست که آدم یک عزیزش باشه کتیش بشنه درد دل کنه دیگه. نمی شما را که دیدم اینجا شما را که در تلفن پیدا کردم مجبور دیگه نمی که شما گفته میرم که هرچی دادن اومد قصه کده میرم دیگه. برنامه ما را تا آخر ببینین انشالله خوشتان بیاید. تا برنامه بعد، تا دیداری بعد، خدا نگهدار.